امروز اومدم 3 تا بستنی با هم دیگه تست کنیم که خوشمزه ترینشو میخوام آخر تست کنم. اولین بستنی که خودتونم بهم چند بار گفتین که تست کنم این بستنی پروتئینه کالا است که من طعم قهوه‌شو گرفتم. راستی سلام. بچه خوشمزه است، طعم قهوه میده، یعنی طعم شیر قهوه قشنگ میده و نمیدونم نوشیدنیاشو خوردین یا نه. من نوشیدنی کاکائوشو خوردم، اصلا دوست نداشتم، به نظرم طعم شربت سینه میداد، خیلی بدمزه بود به نظرم، ولی این خیلی خوشمزه است، کاملا طعم شیر قهوه میده و دوستش داشتم واقعا. بهش از 10-8 میدم. حالا خیلی دوستش نداشتم، 10 حد اون بستنی انبهه که چند تا ویدیو قبل‌تر خوردم دوست داشتم، ولی خوشمزه بود. بستنی بعدی که بازم شما من پیشنهاد داده این بستنی تیرامیسوه. به این صورت هیچ فرقی با اون کیک بستنیه نمیکنه. یه ذره طعمشون مهمه، فرقی که من متوجهش نمیشم، ولی هیچ فرقی با کیک بستنی نمیکنه. طعم تیرامیسو هم نمیده، یعنی حتی طعم قهوه نمیده. مثلا این کرم وسطش هم طعم کرم تیرامیسو نمیده. کیک بستنی شکلاتی گرفتم، اسفنج و شکلات. من به این بستنی از 10 5 میدم چون واقعا خیلی معمولی بود. بستنی آخر که واقعا تازه دیدمش، یعنی تو هیچ فروشگاهی ندیده بودمش، شما هم نگفتین و کلا ندیده بودم واقعا تو ویدیوهای کسی هم. بستنی وافل با کارامل. کارامل مورد علاقه من نیست ولی خب حالا میخورم. رخ کار بچه نونش از این نون حصیریاست، کاراملش خیلی زیاده و کلا خوشمزه است، چیز باحالیه. تو شکلات هم داره، کارامل و شکلاته. از 8 بهش ببخشید از 10 بهش 8 میدم. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره و اینکه پیشنهاد دادین که سری بعدی چی تست کنم.